سلام علیکم دوستان عزیز، چون همیشه من شهاب حکمت با شما هستم و در این نوار درباره اینترنت مگزین یا که دکان اینترنتی گپ میزنیم. چون در همین موضوع سوال داده بودن چند است که همین رو گپ زنیم که این چی است و چی خیلی کرده می شود. اینترنت مگزین را شما خودتان هم می توانید بکنید اگر کم کامپیوتر را بفهمید، سر و کار داشته باشید. در یوتیوب درس ها هستند، در آنجا می نویسید که как делать اینترنت مگزین یا که как делать себе сайт. در یوتیوب اینها رو پیدا میکنید و آنها نشان میدهند که شابلون های تیار هست. همین چیزها فقط خودتان رو ثبت میکنید، نامنویس میکنید و برای خودتان مگزین میکشید، یعنی دکان. اگر این را هم نتوانستید، پس شما یگان برنامه‌ریز یا پروگرامیست رو میابید، برایش میگوید که شما اینترنت مگزین کار دارید، برای شما میسازد. نرخ این آنقدر قیمت نیست، یگان $100-150 میشود و مال را شما در هر شهری که زندگی کنید رفته از مغازه های شهر، از بازارها، از صاحب مال اجازت میگیرید، صورت گرفته آن را در صحیفه خودتان، در مغازه خودتان در اینترنت میگذارید و این را به فروش میگذارید. بیشتر مال های زنانه را میخرند، جوان ها مال هایی که برای جوان ها است میخرند و همچنین تلفن و کامپیوتر، این چیزها الکترونیک را زیاد میگیرند و بعض مال هایی که مثال در مغازه ها نیست میشود از خود اینترنت، از علی بابا یا دیگر سایت ها یافته میتوانید که اینها را گرفته در مغازه خودتان، یعنی در اینترنت مگزین خودتان میگذارید. اگر شما مثال در روسیه باشید، برای خریدار یافتن اونقدر دشواری ندارد، چون مردم روسیه بسیارتر به اینترنت سر و کار دارند نسبت به مردم تاجیکستان. در تاجیکستان سبب این است که مردم دسترسی به اینترنت ندارند. اول اینکه هم گران است و هم سرعتش خیلی سست است که هر کس نمی‌دراید و وقتش رو در این صرف نمی‌کند. برای همین برای تاجیکستان شما باید که همان مغازه خود را رکلام کنید، یعنی تبلیغات کنید. برای این میتوانید در فیسبوک یا که در اینستاگرام صفحه های خود را کشید و در آنجا همان مال ها را گذارید و نویسید که این مال ها را از کجا یافته می شود، یعنی که سیلک یا سراغه همان پیوستی اینترنت مگزین خود را در آنجا می نویسید تا مردم از آنجا در آمده همان مغازه شما را ببینند که چی مال ها دارید و نرخشان را در آنجا ببینند. به شما می نویسند یا زنگ می زنند، شما به طریق پشت این مال را به آنها می فرستید و پولش را در صورت حساب شما می گذرانند. خب دوستانی عزیز، به کانال آبونه شوید، همچنین زنگولچه را زیر کنید تا نوار آینده خدایار و مددگارتان باشد.